इलाही बहरे वसफत बी करान است خرد را کشتی اندر و کران است در اسرار تو نه سفته بهتر سخن از راج تو نه گفته بهتر تو را بی پرده دیدن بسی محال است بے پرده هم کجا کسرا مجال است نه باشد هیچ شی جز جلوه تو به زیر چادر نیلی همه رو نه گویم پرده از رویت بر افغان ولی بر روی من پرده مافغن. خوش آمد دوستداران زبان و ادبیات فارسی. امروز صحبت در زمین ترجمه کتاب مقدس دین هنود به نام راماین است که در زبان فارسی موسوم به نرگس ستان توسط چندرمن کایست بدل است. نرگس ستان را پروفسور محمد کاظم کهدویی تحسین نموده به چاپ رسانده‌اند. ایشان در این نشست دعوت بنده را قبول کرده اند. ایشان در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد استاد هستند و دو بار در سالهای 1372 و 1397 خورشیدی به عنوان استاد اعزامی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ढाका بنگلادیش تدریس کرده اند. ایشان تقریبا 100 مقاله و بیش از 20 کتاب به چاپ رسانده‌اند. معروف ترین از جمله تذکره عقد ثریا، گزیده داستان‌های شاهنامه فردوسی، همچنین گزیده غزلیات حافظ و سعدی. استاد الان از شما خواهش میکنم که شما در زمین ترجمه راماین به نام نرگس ستان لطفاً چند تا سخن بپردازید. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی بحر وصفت بیکران است، خرد را کشتی اندر وی کران است. تلاطم های او لنگر گسست است، سراپا بادبان را در شکست است. با نام و یاد خالق یکتا و بی همتا مطالب خودم رو خدمت جناب عالی عرض می کنم. اول جناب استاد خیلی ممنون از شما، تشکر می کنم که این زمینه رو فراهم کردید. بنده میخوام راجع به این کتاب نرگسستان عرض کنم خدمت دوستان. نرگسستان که خب تصویرش هم عزیزان ببینن. نرگسستان عزیزان میدانند که رامایانا کهن‌ترین متن حماسی عاشقانه هندی است و اخلاقی و حماسی با ویژگی‌های خاص خودش. میدونیم که دورانی که والمیکی حوادث یا اشعار رامایانا رو بیان میکنه عصر طلایی هندوستان بوده. محور اصلی این داستان درگیری میان نیروهای خیر و شر، همچنان که معمولا حماسه ها و اسطوره ها چنینه. قهرمانان با اهریمنان می جنگن. کردارهای جادویی و سحرآمیز این داستان رو جذابتر میکنه. این کتاب رامایانا در اصل 7 کاندا یا 7 فصل که گفتن بیش از 48,000 بیت داشته، اما این منظومه نرگسستان 6 فصل بیشتر ندارد و اگر خلاصه بخوام بگم این 7 فصل یا 7 کاندا، یکی بالکاندا هست که درباره کودکی رامه، یکی اجودیا یا ایودیا کان در خصوص دوران تبعید رام است، یکی بنکاند یا آرنیاکان که در ارتباط است با دوران زندگی رام در جنگل. من اگر بخوام چند ترجمه خوب رامایانا رو بگم، اولین بار در زمان اکبرشاه شخصی به نام عبدالقادر بدایونی که خیلی هم معروف هست سال 992 به دستور اکبرشاه ترجمه میکنه. بعدها شخصی به نام ملا سعدالله پانیپتی یا معروف به ملا مسیح پانیپتی
که سال 1050 قمری در حدود 5000 بیت این رو برشبت برمیگردونه که البته چاپ هم شده. مرکز تحقیقات فارسی در دهلی این رو چاپ کرد، مقدار کمیه ولی من این رو دارم. بعد شخصی به نام گردهرداست که اون رو در نزدیک 6000 بیت سال 1036 که این هم باز نزد من هست، تعداد اندکی در دهلی چاپ شد و حدود نزدیک به 6000 بیت، البته به همون صورتی که بوده، خطی بوده، به چاپ رسوندن. امرسینگ هم اون رو به نثر فارسی برگردانده که ابتدا توسط امر پرکاش در لکنو تأسیس شد و بعد هم توسط مرحوم پروفسور اظهر دهلوی سال 1352 در تهران چاپ شد. خب نکته های دیگری عرض کنم. معلوم است که چندرمن با حماسه‌های ملی ایران آشنا بوده، با شاهنامه، با اسکندرنامه ها، و سرزمین پارس رو یاد میکنه. ز هندوستان به ایران مینگارم که باشد در جهان از یادگارم. به عشق رام میگویم فسانه که باشد دلربا از هر ترانه. به نامش کرده ام این نرگسستان که باشد رشک بستان و گلستان. احتمالاً توجه به بوستان و گلستان سعدی دارد. در پایان هم که گفته گوهر سفت آن مرشد خاص و عام، بگفتا زهی نرگسستان رام. این عبارت زهی نرگسستان رام تاریخ سرودن آن هست که 1104 میشه. حالا من میترسم زمان بگذره، برخی ویژگی های دیگر رو بگم. در توحید خالق هست، عناصر و واژگان دینی فراوان داره، اسامی حماسی مثل البرز، سام، کاووس، کاوه، سکندر، فریدون، جمشید، سیمرغ، اینها یاد میکنه. مثلا 12 بار از سیمرغ یاد کرده. یک ویژگی که ما در این حکایت یا در این نرگسستان میبینیم آن است که بخش اعظم کتاب در بحر هزج، مفاعیلون مفاعیلون فعولون، هزج مسدس. اما در قسمتی که رزم و نبرد با راون و لشکر او هست، ناظم یعنی جناب چندرمنکایته خواسته که آگاهانه این رو بیان کند که من از اینجا به بعد بحر متقارب میگویم که وزن شاهنامه است. خودش هم میگوید این رو. بیا ای فروغ شبستان من، تراوت فضای گلستان من. این آغاز بیت 3040 هست که آغاز دفتر ششمه. در خاتمه کتاب خود او میگوید که علت این تغییر وزن، گفتم من ندیدم مثنوی دیگر که از وسط تغییر وزن پیدا کنه، ولی ایشان میگوید در علت این تغییر وزن و اشعار پیروی از فردوسی در سرودن شاهنامه است. به 6 دفتر این داستان گفتم، گوهرهای روشن همه سفتم. چو در دفتر آخرین بود جنگ، به بحر سخن طبع شد چون نهنگ. به 100 طمطراق سخن سر نمود، چو شهنامه این نامه را برگشود. البته از ایران و ایرانیان بسیار به نیکی یاد کرده و آنان را معدن فیض و وفا و اهل لطف دانسته. به ایرانیان چشم دارم بسی، به خوبی چو آنها نباشد کسی. این افتخاری برای ما ایرانیانه و بنده هم افتخار میکنم. من عرض کنم که این رامایانا در کل، من که یک درسی دارم در دوره دکتری و در اونجا مقایسه ای می کنم و اساطیر و حماسه های هندوستان را و عرض شود ایران و یونان رو برای دانشجویان در دوره دکتری عرض می کنم. خیلی درس خوبی هم هست اونجاست، ولی اصولاً
در رامایانا اونطور که در این کتابی من دیدم و در حتی رامایانای دیگر، جالب، یک رامایانا یک منظومه حماسی، دینی، اخلاقی و عشقی است. خیلی جالبه در رامایانا و به ویژه اون چه که در این از شود نرگسستان آمده، بر تعلیم و تربیت بسیار تاکید شده. ببینید چیزهایی که نیاز امروز جامعه ماست، نیاز هر زمان است، بر تعلیم و تربیت تاکید شده، صریح و آشکار احترام به استاد، احترام به بزرگترها، در مادر، برادر بزرگتر گوشزد کرده که به صورت چشمگیر ما در رامایانا میتونیم ببینیم. یه نکته دیگه خویشتن‌داری و بردباری، صبر. ببینید وقتی که از شود مادر بهرت میرود پیش پادشاه دشرته که تو به من قول دادی که اگر من از شما چیزی خواستم شما حرف منو قبول کنی، بهرت یا بهارات پسر من را پادشاه کنی، جانشین کنی، نه رام. خب ناراحت میشه دشرته، اما دشاراتا یا دشرته ناراحت میشه، ولی با رام در میان میگذاره. رام به راحتی میپذیرد و میگوید پدر تو راحت باش، و از آنجا میرود و جانشینی را به برادرش بهارت میدهد. بهارت و با سیتا میرود. بهارت مقدار زیادی دنبال او میرود تا به او میرسد، هرچه خواهش میکند برگرد تو پادشاه را باش. اما رام به برادرش بهارت میگوید نه، حرف پدر مهم است و بهارت میارد اونجا یه تختی میگذارد کنار تخت خودش، یک چتری نصب میکنه و این جفت کفش رام رو روی اون میگذارد. این مواردی است که عرض کردم بسیار کتاب اخلاقی زیبا، هم مهربانی، هم عاشقانه و هم ادیبانه است. همیشه اینکه عصمت و پاکدامنی داشته باشند، همسرها پاکدامن باشن نسبت به همسر خودشون، که ما میبینیم در اون 14 سال که در سفر بودند و سیتا پاکدامن بود و هرگز حاضر نشد که اون خواهش های راونا، اون دیوی که 24 سر داشت و در لانکا بود، حاضر نشد به خواسته های او تن بده و پاکدامن ایستاد و برای ابراز این پاک و اثبات این پاکدامنی حاضر شد در آتش بپرد و اینها رو که در واقع تونست دهان دشمنان و حاسدان رو ببنده و 2 بار آزمایش شد، یک بار که در آتش رفت و بار دیگر هم که یکی آمد به رام گفت دیگران میگویند که تو مثل رام نباش که همسرش جای دیگر بود. این ناراحت میشه سیتا و همونجا میگه ای زمین، همچنان که من از تو آمده ام مرا به نزد خود ببر. چون میدونیم سیتا یعنی که از شیار زمین به وجود آمده بود، میگن جز خدایان یا ایزدان نباتی، و همانجا زمین دهان باز میکنه و او رو در خود فرو میبره و به اصل خودش برمیگرده. و اینها در واقع مطالبی است که خیلی تاکید شده بود، من در خاطرم بود و گفتم خدمت شما. خب جناب شما لطف کردی که برای این نشست شما فرصت پیدا کردی و در مورد این نرگسستان شما صحبت پرداختی. تشکر شما. متشکرم، خداحافظ. سپاسگزارم از همه عزیزانی که سخن ما رو شنیدن. سپاس از شما.